Bismillah, این مسجد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام در اومدیم. مردم خوان خیلیش قرآن خونده است، خیلیش نماز خونده است. خیلی خلاصه هم که انشالله پیگیری کنی. من پارچه حرکت میکنم و شما را کنم پارتم. با بگه که خودت نماز نمیخونیم، فقط حرکت میکنیم که با شما را میچی بهره گیری انشالله. دوستان عزیز، الحمدلله قرار داریم در امی مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام. اینا گنبدش سبزه، در آمدگاهش این همی 41 خوده، یعنی که 40 اینا اگر میبینی 40 39 40 41 میشه. این در آمدگاهش، یعنی طرفی پیش همی مسجد 41 خود همین جای، یعنی چی میشه پیش روزانه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام. یعنی گروه آدم را میکنند، یعنی که پروگرام هست که یا تفسیرش میگن، مقصد همه میدونم پروگرام اشتریک کد را میبینن. دروغ نشه من نداشتم، هم خاک خیلی هویم کردن، یعنی که بعد میگیری گروه بعد ایجا میگیرن قطار میبرن در این مسجد. در این مسجد 2 جا 3 جا، مقصد هم خیلی چی است، خیلی کلیت کرده میخونی. بعد یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفته که بین روزانه من و خانه عایشه مادرمو که یک پارچه هست که از پارچه های جنت است، یعنی کسی در آنجا نماز خونه تا در جنت خوندگی در همون مقصد ما بین همینجا است. و در اینجا حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت ابوبکر و حضرت محمد صلی الله علیه و سلام بردربر خوان در چند گیرچ محکم کرده. خیلی تا حد امکان حرکت میکنیم که یکم پارچه ذره ویدیو کنم با شما را انشاءالله. خب دوستان مهربان من، خیلی که من گفتم مسئله نسیونه ها میدرویم، چیلمش درش کار نمیکنم، اخمش کرده گن با خیلی میم چیلی گاد بو میبرویم مقصد از انشاءالله همش نشون میتیم. اصلا کدمیت که حج میوه پیش بلیت میگیره که 5 روز 10 روز یکی نیت داره، همه رکنای حج دعاش داگی جو چی خواندن در کار کم ازیاد کنه بزنه. همین اینترنت روزی پر شده، کتابچه ها اصلا برای حج عمره حج فرضی خوب میشه. میایم با اجرا، متاسفانه بعد هیچی نمیدونیم. بسم الله. اینه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام. بسم الله الرحمن. السلام علیکم. این مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلام، این جای که همیشه بسم الله السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله. الصلاة والسلام یا رسول الله. الصلاة والسلام یا حبیب الله. الصلاة والسلام یا رسول الله. در این همیشه محکم گیردش. خب دوستان از نشان میدیم روزانه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام، جایی که مقصد از همینجا برآمد میکرد، از همینجا امر معروف میکرد. اصحابی که اینه آرامگاهشون، یعنی که همینجا هست، اینجاشون سلام کلی مردمی تاجیکستان و حضرت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام میرسونم. آرامگاهش همینجا، سلام همت میرسونم. دوستانی که خواسته من زنگ زنم میشه اینجا نماز خوندیم، این همینجا است. سلام همه مسلمانان و خصوصا مردم ترکستان رسوندم انشاءالله. السلام علیکم. دوستان عزیز، این همی روزانش همی است، بین همی و بین خانه خدا محمد صلی الله علیه و سلام، بین حضرت خانه عایشه مادرمون، یعنی که همین گوشه جنت حسابیده میشه. پارچه است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت همینجا چی میشه. دوستان عزیز، این همین است روزانه سلامی تمام مردم تاجیکستان مسلمان را به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام میرسونم. الصلاة والسلام یا رسول الله. الصلاة والسلام یا حبیب الله. الصلاة والسلام یا الصلاة والسلام یا رسول الله. الصلاة والسلام یا حبیب الله. این قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلام در نمیجای. الصلاة والسلام یا رسول الله. الصلاة والسلام یا حبیب الله. الصلاة والسلام یا حبیب الله.
الصلاة والسلام رسول الله. محکمش کرده گیر مقصد نمیمونم داره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر ابو بکر سلام تمام مردم مسلمان میرسیم. الصلاة والسلام. یا الله. خلاص از این که این همچنین میبرویم. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام یا رسول الله. الصلاة والسلام یا حبیب الله. خدا همه مردم مسلمان خصوصا مردم تاجیکستان با هم جا آمدن نصیب گردم. یا الله. الحمدلله. الحمدلله میگیم که ما را نصیب گردون. خدا شما را نصیب گردونه. زیارتی آرامگاه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. احساسات ایجاد دوستان عزیز از زن و فرزند، از پدر و مادر که برای ما چقدر عزیزند، از تمامی هستی دنیا احساسات ایجاد دیگر است، مهر ایجاد دیگر است. و هم خودی حرکت کنه کلمت که شرایط امکانیت داره ذخیره کنه نکپید کنه گفتیم مرسو بیایه انشالله. کسی که نداره شرایط پروردگار دعا میکنیم که مشکلات آسان گردانه به این جای مقدس آمدن نصیب کنه. خدایا خدا با عزتی خدا با عزت جمال مردمی کم بخالی ما را معیوبا را کسلیا را زندانیا را پروردگار مشکلش آسان گردانه به این جای مقدس آمدن نصیب شون گردانه. همه تا به خاطر الله دوست می‌دارم. همه تا به خاطر الله دوست می‌دارم مردم سربلند تاجیکستان. باید اکید از خونه خدام گیجا با گیجا میره. هموطنی ما مسلمانیم الحمدلله برادرم هموطنی خود دیگره میبینم اینجا مهر محبت دیگره با هم خود حرکت کنیم. چه معبدی را گپ خبره کردن مهر محبت سخت کنیم خوبتر میشه انشاءالله. خیلی من حرکت میکنم باز چقدر تونستم پارچه انشاءالله سیامکه کنم برای خاطر شما. من میتونم مثل دیگه برادرام مقصد تلفن در کیسه هم بزنم الله شاهده عبادت میکنم. هم عبادت دارم هم دیگه برای که من در مینه معیوبا بودم در مابین شخصایی که امکانیت اومدن ندارم بودم حرکت میکنم به همین شما را الحمدلله یک پارچه هم باشه سیامکه کنم پرتم تو شخصایی چه میدونم در جاگه فلج خواهن الحمدلله برادران که آبونچیان آرزو دارن که جورا نشون شمتیم کی من چه خیلی میفهمه بفهمه اما من میدونم برای کی سیامکه دارم خداوند حفظم کنه. این اینجا آب زمزم میخوریم انشالله. نداره استکانه است؟ نه خالی شدیم شاو سهره اون استکانه رو جان مهربان. ما یک بار چشید یک بار دیگه باز دور اومدیم یعنی که ایو طرف دور اومدیم نماز خوندیم ای طرف با خیلی دور اومدیم برای خاطر شما دیم بارا میمونن فقط سیامکه میکنیم برای سیامکه دور اومدیم. یک کسی سلام میته یک کسی سیامکه میکنه مقصد. سلام علیکم. همین مسجد است مسجد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم همینجا بوده است پیش مسجد همینجا بوده است. اکوازی تماشا نویگری کردن 2020 چنده مسجد میکنن. اینه جوشه جایی که مقصد منبرش روزانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه گوری مقصد قبرش بگیم آرامگاهش خدا رحمت و مغفرت کنه. این همین جواز ای پیش سیامکه کرده بودم. سلام علیکم. این همچنین ناظر نشون میتیم آرامگاهشون انشالله.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، ابو بکر عمر، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، عمر و حضرت ابو بکر عمر، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این همچنین دوستان مهربان، السلام علیکم. دوستان سلام علیکم، از محمد جان سوزی تنجی سلام شما را انشاءالله به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رساندم. عمر، ابوبکر و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیش روزه نشدیم. متاسفانه در اینجا ساعت 3 شب زنگ زدن نمیشید، اینترنت هم نبود. انشاءالله سلام شما را رساندم، خصوصا ویدیو برای خطای ای پیشی آرامگاه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم. خداوند در کسب کارت برکت بده دوستان. خدا و خداوند کریم در شأن زمینگار یکی از بهترین شخصیت ها و پیشوای مردم مسلمان و خصوصا مردم تاجیک شه دوستان.